این ماجرا به کجا رسید که آیا اصلا سفر انسان به ماه سفر دوبارش واقعیته؟ خودتون باور دارید که انسان رو ماه قدم گذاشته باشه؟ نه. چرا نه؟ ببینید بر اساس اون پیش بینی ها و مستنداتی که هست و حالا تصاویری که مخابره میکنم، مثلا ماجرای پرچمه که خیلی اتفاقا مفصل میخوام باهات صحبت کنم، خیلی خب به هر حال ابهام در ذهنم. شما قراره امروز ابهاممون رو برطرف کنیم دیگه. واقعیت این هستش که ما برای اینکه در واقع بررسی بکنیم که آیا انسان واقعا روی ماه قدم گذاشته یا نه، گام به گام میتونیم موضوع رو بررسی کنیم که حالا شاید در فرصت برنامه نگنجه. اما واقعیت این هستش که یه سوال خیلی ساده میخوام اول از شما بکنم. البته این تنها دلیل من برای اثبات قدم گذاشتن روی ماه نیستش، ولی فرض بکنید که شما با یه فردی بسیار خصومت دارید با هم دیگه، اصلا توره رقابت با همدیگه هستید و هر کدوم میخواید که اصطلاحاً خودمون روی همدیگه رو کم بکنید، توان همدیگه رو به چالش بکشید که من قوی تر هستم. و بعد اگر شما تو ذهنتون یه پروژه‌ای باشه، بدونید که مثلا اون کسی که باش تو چالش هستید اونم داره این کارو میکنه و بعد اون زودتر این کارو انجام بده، اگر شما مطمئن باشید یا شک داشته باشید حتی که اون کاری که انجام داده تقلب هست، به دیگرانی که نظارگر شما هستن اعلام نمی‌کنید که این شخص، این رقیب من تقلب کرده؟ سکوت نمی‌کنید قطعاً و میگین تقلب کرده. تو اون برهه‌ای که این اتفاق افتاد، انسان روی ماه قدم گذاشت، بعد از جنگ جهانی دوم ما شاهد قدرت‌نمایی آمریکا به نمایندگی از بلوک غرب و کشورهای تجاری و صنعتی بودیم و شوروی به نمایندگی از بلوک شرق و کشورهای کمونیست بودیم. در رقابت شدید با همدیگه بودن اینها و هر کدوم بودجه‌های زیادی رو صرف این می‌کردن که حالا در عرصه فضا قدرت خودشون رو نشون بدن. بودجه‌های میلیون دلاری صرف تازه اون زمان تو اون زمان حاصل نشده صرف در واقع کارهای جاسوسی می‌کردن که از پروژه‌های همدیگه مطلع بشن. شوروی به عنوان رقیب اصلی آمریکا وقتی که اولین فضانوردان خودش رو آمریکا روی ماه فرود آورد و روی ماه قدم گذاشتند، هرگز این ادعا نکرد که اونا تقلب کردن، هرگز ادعا نکرد که آمریکا نرفته روی ماه، پذیرفت و حتی تایید کرد و آقا من شکست خوردم. چرا؟ زودتر خودش اولین انسان رو به فضا فرستاد، یوری گاگارین رو اولین سگ رو فرستاد، اولین زن فضانورد، اولین ماهواره اسپوتنیک 1 رو فرستاد. بنابراین رقیب اصلی هیچ همچین ادعایی رو نکرده. اما به پرچم شما اشاره کردید. کسایی که در واقع قبول ندارن قدم گذاشتن انسان روی ماه رو، میگن که تو تصاویر یه پرچمی هست و این پرچمه به نظر میاد که در حال اهتزاز هستش. ماه که آره ماه که جو نره. حالا توی عکسای بعدی اگر ببینیم ماه که جو نره، این پرچمه چرا داره تکون میخوره؟ واقعاش این هستش که اگر توی عکس دقت بکنیم ما وقتی یه میله توی تصویر بعدی داریم، وقتی یه میله عمودی داشته باشیم ما و الان داریم می‌بینیم. آره این پرچم می‌بینید انگار که باد بهش خورده و داره در صورتی ما میگیم خب اونجا که جو نیست. من با اجازهتون برم نزدیک مانیتور بشم. اگر نگاه کنید این میله حالت ال شکل داره. بله. چون اتفاقا اونجا میدونیم که جو نداره، میدونستن که جو نداره و اگر این میله یه میله عمودی باشه، این پرچم آویزون وای میسته، یه حالت ال شکل هم بهش دادن که این در واقع عمودی قشنگ پهن بشه. طول میله عمودی یه چند سانتی متر کوچکتر از طول پارچه است. یه چروکی تو پارچه ایجاد شده. پس اون خطای دید ما باعث میشه که خطای دید چروک شده پارچه، ولی اون بخش عمودیش که اینو باز نگه داشته. بنابراین این در حال اهتزاز نیستش که بگیم باد داره اینو تکونش میده. نگاه می‌کنی احساس می‌کنی تکون می‌خوره. به نظر میاد داره تکون می‌خوره، ولی این به همین صورت ثابت هست. طول اون پارچه یه ذره کمتره، یه چروکی توش ایجاد شده. ما توی پرده‌های خونه هم معمولا خودمون این حالت ایجاد می‌کنیم دیگه. راز این که کلی برای همه ابهام که آقا میگن جو نداره این پرچم چجوری داره تکون می‌خوره، همین نکته که اشاره حالا بعد میگن که خب این عکس اونجا که به قول معروف جوی هم نیستش، بایستی آسمانش پر از ستاره باشه. چرا این آسمان پس ستاره نداره؟ پس این عکس ساخته، یادشون رفته که مثلا تو مونتاژشون ستاره بذارن. یا میگن یه سی دیده میشه، حالا من آره تو بعضی از عکس‌ها مثلا میگن یه سی انگلیسی هستش. این ستاره رو بگم، اولا شما همین الانش هم با دوربین موبایلتون، با دوربین عکاسی، با هر دوربینی تلاش بکنید از آسمان شبیه عکس بگیرید، هرگز ستاره توش ثبت نمیشه. تو تصاویری که ستاره ثبت میشه ما اصطلاحاً نوردهی میکنیم، اصطلاح عکاسا اکسپوژر بهش میگن. دریچه دیافراگم ما برای چند ثانیه باز نگه داریم چون نور ستاره ها بسیار کمه. باید دریچه دوربین ها باز بشه، نور روی CCD یا فیلم ها نگاتیو ما بشینه به قدر کافی تا ثبت بشه. تو عکس لحظه‌ای هرگز ثبت نمیشه. به علاوه این که موقعی که این انسان ها روی ماه فرود اومدند، در واقع در زمان روز ماه بوده
که خورشید طلوع کرده، بالای افق بوده و طبیعتا نور خورشید هم اون نور کم فروغ ستاره ها رو کمتر هم می‌کرده. اینو از هر عکاس شما بپرسید دیگه تایید می‌کنی که اصلا هیچ انتظاری ما نداشته باشیم در یه عکسی که لحظه‌ای ما ولی موضوع بعدی که چرا پس انقدر جنجال آفرینه خب کسی که نقد می‌کنه افراد چون از عکاسی اطلاع ندارن، نمیدونن فرآیند عکاسی و ثبت یک ستاره کم نور در تصویر چطور با چه تکنیکی باید انجام بشه. میریم سراغ دلیل دیگه. حالا به اون حرف سی اشاره کردی. تو بعضی از عکس‌ها یه سی مانند انگلیسی دیده میشه، میگن که این ساختگی چون این سی هستش پس اینم مثلا نه، اون عکس ها اون موقع به صورت نگاتیو گرفته میشده، دوربین های دیجیتال امروزی نبوده. بعد اینا رو می اومدن اسکن میکردن نگاتیو ها رو، بعد عکس رو در واقع ظاهر که میشده توی این فرآیند مشخص شده تو چند تا دونه از عکس ها بخش یه مو افتاده بوده تو موقع اسکن کردن، اون یه خمیدگی مو هست اصلا اون مشخص شده، دید اثبات شده که این به خاطر اون هست. و مثلا چند تا عکس بوده تو بقیه‌اش دیگه نیست، بقیه عکسایی که از یه سوژه گرفته شده و من این خیلی بدی هست. یا مثلا میگن که یه به علاوه‌هایی هست تو عکس، یه جاهایی به علاوه سیاه تیره است، یه جایی به علاوه سفیده. خب اگه این برای خود دوربین بوده باشه این باید همیشه یه رنگ باشه دیگه، این ساختگی هستش. باز این برمیگرده به اون زمان نوردهی ما تو عکاسی. ما هر چقدر که نوردهیمون کم باشه عکس رو سریع‌تر بگیریم نقاط ما تاریک‌تر میافتن، تیره‌تر. نوردهی که زیاد بشه اصطلاحاً اگه حتی به سمت اوور اکسپوز بره روشن میشه، اون به علاوه روشن شده. این به خاطر این اختلاف هستش. اما سوال اصلی که خیلی ها میکنن، آقا اگر که انسان این توانایی رو داشته، این مهارت رو داشته که 50 سال پیش، نیم قرن پیش روی ماه قدم بذاره، چرا دیگه نرفتن روی ماه؟ یعنی ما 50 سال پیش تونستیم بریم، یه بار رفتیم دیگه نرفتیم. من میخوام بگم کی گفته ما یه بار رفتیم؟ ما همون موقعش هم بیش از یک بار رفتیم. اولین بار با مأموریت آپولو 11 3 تا فضانورد میرن روی ماه، نیل آرمسترانگ و باز آلدرین در واقع رو ماه قدم میذارن، مایکل کالینز توی مهنشین ایگل باقی مونه، عقاب باقی میمونه. بعد از 15 ساعت که مأموریتشون انجام میشه نمونه برداری هم میکنن، میان برمیگردن. بعدش ما مأموریت آپولو 12 رو داشتیم، باز 2 نفر دیگه رفتند روی ماه. این دیگه افراد نمیدونن چون همیشه اولی ها تو ذهن میمونه و ثبت میشه. آپولو 13 مأموریت نیمه راه به مشکل میخوره، برمیگردند. اتفاقا تو مأموریت آپولو 13 تمام دنیا حتی ایرانی ها هم شاهد بودن اون مشکلی که پیش میاد و حتی نظر میکنن که فضانوردا چون همه دنیا متحد شده بودن که اسمش بود که مثلا حالا فضانوردان آمریکایی دارن. این موفقیت برای بشر بود. مأموریت آپولو 14 رو داشتیم، 2 نفر رفتن. تو تصویر بعدی ما داریم که 12 تا فضانورد تا آپولو 17 به جز 13 از آپولو 11 تا آپولو 17 تو 6 تا مأموریت هر بار این 12 نفر، دو تای بالا سمت چپ آرمسترانگ و باز آلدرین مأموریت آپولو 11 بودن، آپولو 12، آپولو 14، 15، 16 و آپولو 17 این 12 نفر رفتن روی ماه. ما یعنی انسان رو دارم میگم، نیم قرن پیش توانایی خودش رو اثبات کرده که ما تونستیم میتوانیم بریم روی ماه. این مأموریت‌ها بسیار 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 هزینه بر هستند و دلیلی نداشته وقتی ما رفتیم قدم گذاشتیم. الان ژاپن رفته در واقع کاوشگر خودش رو ماه فرود آورده، هند فرود آورده، چین فرود آورده و شوروی فرود آورده. حالا آیا دیگه انسان نمیتونه بره؟ چرا؟ مأموریت بعدی که در دست هست مأموریت آرتمیس هست که قرار هستش که امسال مأموریت بدون سرنشینش دوباره رهسپار ماه بشه. سال بعدی یا احتمالاً 2 سال بعد انسان مجددا روی ماه قدم خواهد گذاشت و اتفاقا تو پروژه تعریف شد که حتما توی این تیمی که روی ماه قدم خواهند گذاشت خانم هم همراه خواهد بود که بخواد اونجا روی ماه قدم بگذارن و این چیزی نیستش که اصلا بخوایم ردش بکنیم و کلی دلیل دیگه وجود داره. و فراموش نکنیم اون زمانی که انسان برای اولین بار روی ماه قدم گذاشت دولت آمریکا چند تا شکست پی در پی از شوروی خورده بود. اولین ماهواره رو اونها فرستادن، شوروی اولین انسان رو به فضا فرستادن، اولین سگ رو به فضا فرستادن و شکست خورده بود. جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا اومد در یک سخنرانی به کل دولت، به مردم آمریکا، ملت اعلام کردش که ما یک عزم ملی رو باید جذب بکنیم، ظرف کمتر از 10 سال آینده انسان به ماه بفرستیم. 3 سال بود فقط ناسا تأسیس شده بود. بودجه ناسا رو رسوندن به 5% دولت بودجه کل فدرال، یعنی 5%. الان تو قرن حاضر بودجه 0.5%. توی یه بازه 10 برابرش کردن و اصلا گفتن یه ریاضت ملی هم باید تحمل بکنیم تا بتونیم به این موفقیت برسیم. اینجور نیستش که فکر کنیم مثلا تصمیم بگیریم بریم رو ماه، خب باشه 2 تا فضانورد تربیت بکنیم، این کاوشگر مثلا تنظیم بکنیم یا این فضاپیما رو که ببریم رو ماه. برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت میخواد، هزینه و بعد بریم چی کار بکنیم.
ما 380 کیلوگرم سنگ و خاک از ماه آوردیم و اینها تو این سالها بررسی شده، تحلیل شدن، کلی عکس تهیه شده، اینها بررسی شدن. حالا الان احساس نیاز جدیدی را داریم در خودمون، می‌بینیم که مأموریت جدید تعریف شه و حالا یک پروژه جدید، چون ارزش سرمایه‌گذاری بیشتر رو حالا داره و حالا در سال پیش رو و سال آینده مجددا مأموریت‌های به سمت ما و منتظر شگفتی‌های جدید از کشفیات جدید باید بود. اما در این بین سوالم الان از شما اینه که هوش مصنوعی به چطور کمک کرده؟ چون به هر حال دنیای نجوم دنیای داده هاست و خیلی پیش بینی داده ها، گرفتن داده ها میتونه تو برنامه‌ریزی آینده کمک کنه، چیزی که خب در گذشته نبوده، امروز علم رو متحول کرده. در این مورد برامون بگین که داره چه اتفاقی میفته. هوش مصنوعی یکی از بیشترین کمک‌هایی که میتونه تو دنیای نجوم به منجمان بکنه در تحلیل داده هاست. تو دنیای نجوم حجم داده هایی که داره ثبت میشه، جمع‌آوری میشه، بسیار زیاده. تلسکوپ جیمز وب، تلسکوپ هابل، تلسکوپ اسپیتزر، تلسکوپ‌های ما کپلر، تلسکوپ‌های زیادی داریم. روزانه چندین گیگابایت، شاید چندین ترابایت دارن اینا داده جمع‌آوری میکنن و فراتر از اینه که این حجم داده ها انسان بخواد بشینه ها رو بررسی بکنه. هوش مصنوعی میتونه حجم زیادی از داده رو با سرعت خیلی بالا و در زمان خیلی کم و با دقت بالا، انسان قطعا خسته میشه، انسان دچار خطا میشه. هوش مصنوعی بیشترین کاری که میتونه به منجم، یعنی بیشترین کمکی که میتونه بکنه در تحلیل این داده ها هست که خروجی این داده ها رو در اختیار منجم بذاره، بعد اونا بیان حالا نتیجه گیری نهایی بخواد داشته باشن. خودش کمک بزرگی بود برای شما جناب مهرجو. خواهش میکنم. متشکریم از اطلاعات خوبتون. مطمئنم که بسیار مورد اقبال علاقه‌مندان به حوزه نجوم بود. ما به شما قول میدیم که از این نسل مطالب در جلسات آتی هم داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنم. ممنون، سپاسگزارم از شما که همراهی پرمهرتون با ما ادامه خواهد است. از مجله تصویری امروز یک بخش باقی مونده که قبل از ساعت 12 تقدیم حضورتون میکنیم. همچنان همراه ما باشین. حق نگهدار.